سلام، وقتتون بخیر. توی این ریکورد من تصمیم گرفتم یک روشی رو که به تازگی خیلی ازش استفاده میکنم برای دانلود ویدیوهای یوتیوبم بهتون معرفی کنم و طرز کار باهاش و آموزش نصب و در واقع راه اندازی این برنامه رو هم بهتون آموزش بدم. چون در وهله اول من خودم که عکساش رو میدیدم یا مثلا آموزشش رو میدیدم فکر کردم که مثلا خیلی سخته و اینا، اصلا به خاطر همین سمتش نرفته بودم. ولی چند روزه که ازش استفاده میکنم به معنای واقعی کلمه پشیمونم که چرا زودتر این روش رو امتحان نکردم. و خب بریم برای اینکه این رو نصب کنیم و یک ویدیوی یوتیوبی رو دانلود کنیم. اولین کاری که باید بکنید اینه که وارد صفحه این یوتیوب دانلودر توی سایت گیت هاب بشید و از این یک بخش دانلودی داره. اینجا یک بخش دانلودی داره که شما باید در اساس اون سیستمتون اون نسخه رو دانلود کنید. من اینجا فایل مخصوص سیستم ویندوزم رو دانلود میکنم و بذارم تا دانلود بشه. یه چیز دیگه این که حتما موقع استفاده از این برنامه VPN تون روشن باشه. من VPNی که استفاده میکنم همین هاتسپات شیلده که رایگانه و یک چند تا سرور رایگان داره که خوبه و اوکیه و میتونید باهاش دانلود کنید بدون مشکل. و اگه حالا VPN دیگه ای دارید خودتون میتونید با اون انجام بدید. من VPNی که استفاده میکنم این VPN میذاریم بره پایین. دانلود شد. خب این رو از این پوشه دانلود کات میکنیم، یا میتونید روی این بزنید یا از کیبورد کنترل X رو بزنید تا این کات شه و میایید توی درایو C یوزر و یک پوشه‌ای به اسم همین یوتیوب دانلودر میسازید YT-DLP. اینجا پیستش میکنید. کنترل V رو میزنید تا این پیست بشه. الان یک چیز دیگه که نیاز داریم آدرس این در واقع فایله. برای این کار روی این نوار بالا کلیک کنید و کنترل C رو بزنید تا این کپی بشه. حالا برای اینکه CMD رو بالا بیاریم، چون با CMD کار داریم برای دانلود این ویدیوهای یوتیوبمون، برای اینکه این CMD رو بالا بیارید لازمه که از کیبورد ویندوز و آر رو بزنید و CMD رو تایپ و اوکی رو بزنید. این رو بزرگش کنم. حالا CD رو تایپ کنید و یک خط فاصله اون آدرسی که کپی کرده بودید رو پیستش کنید تا این در واقع اون فراخوانی بهشون، حالا دقیق نمیدونم ولی حالا الان اون فولدر برامون انتخاب شد و حالا لازمه که شما دستور بدید تا این براتون یا دانلود کنه یا حالا لیست اون فایل های قابل دانلود از اون لینک ویدیوی یوتیوب رو بهتون در واقع نشون بده. برای این کار YT-DLP.exe خط فاصله داش باز F رو با حروف بزرگ بنویسید. حتما دقت کنید که این F رو با حروف بزرگ بنویسید. بعد یه خط فاصله لینک ویدیوی یوتیوب اینجا من دارم و اینتر رو میزنیم تا این لیست فرمت ها و کیفیت هایی که من میتونم از این ویدیوی یوتیوب دانلود کنم، در واقع این لینک یوتیوب دانلود کنم رو برای من نشون میده. هر کدوم رو که بخوام میتونم انتخاب کنم و کدش رو کپی و دستور بدم که این کد و کیفیت رو برای من دانلود کنه. برای این کار حالا مثلا حجم کمش رو انتخاب کنم. مثلا این این رو مثلا من میخوام
625. برای این کار باز مثل قبل yt-dlp.exe خط فاصله باز یه دش اینجا F رو با حروف کوچیک بنویسید، بازی خط فاصله، اون کدی که کد ویدیویی که کیفیتی که میخوایم رو انتخاب و کپی پیستش میکنیم، بازی خط فاصله، لینک ویدیومون رو باز اینجا پیستش میکنیم و اینتر رو میزنیم. این فایلی که میخواد دانلود کنه تو همون پوشه‌ای دانلود میشه که اون فایل اصلی یوتیوب دانلودر هستش. خب الان این دانلود شد. بله اینها، اینم ویدیوی یوتیوبمون که دانلود کردیم. نمیدونم صدا داره یا نه. فکر کنم بدون صداش رو دانلود کردم چون صدایی نداره. به همین راحتی میتونید ویدیوی یوتیوبتون رو با کیفیت ها و فرمت های مختلف دانلود کنید. اینجا کیفیت، فرمت، کیفیت، حجم و سایر مشخصات اون در واقع فایل رو بهتون نشون میده که میتونید دانلود کنید همین راحتی. امیدوارم به دردتون بخوره چون خیلی دنبال یک روشی بودم که بتونم یک ویدیو یوتیوب رو دانلود کنم. یعنی هر باتی که بگید اشتراک خریدم ازش و بات‌های مختلفی رو تست کردم، یا اشتراک میخواستن یا کلا نمیشد اون کیفیت دلخواه رو دانلود کرد. ولی این میتونید کیفیت‌های در واقع ویدیوهاتون رو با بهترین کیفیت‌ها دانلود کنید همین راحتی با یک دستور خیلی ساده است کار باهاش و خیلی راحته. باز اگه الان دستور بدید این مثلا این رو بنویسید باز تایپ کنید، خب این باز دانلود میکنه. مثلا کدش رو تغییر بدید باز اینجا پیستش کنید و اینتر رو بزنید میتونه باز دانلود کنه و هیچ محدودیتی نداره توی دانلود. همین دیگه، به همین راحتی میتونید با یک دستور از یک لینک چند فرمت مختلف با کیفیت‌های مختلف دانلود کنید. امیدوارم به دردتون بخوره. مرسی که حمایت میکنید.